پس من باید در طول سفر بخرم، سفارش بدهم، صحبت کنم، بپرسم و خلاصه همه کارهای گفتاری را انجام دهم. کارهای گفتاری خلاصه در طول سفر. سلام. سلام، در خدمتتان هستم. سلام. احكي انت احكي. ما 2 تا بلیت می‌خواهیم. بله، بلیت قطار، هواپیما، کشتی یا اتوبوس؟ هواپیما، کشتی. قطار یعنی قطار، هواپیما یعنی طیاره، اتوبوس یعنی باص و کشتی یعنی سفینه. قطار، اتوبوس، کشتی، هواپیما. هواپیما. ما بلیت هواپیما می‌خواهیم. هواپیما. بله چشم. برای چه تاریخی می‌خواهید؟ برای امروز. برای امروز. به مقصد، یعنی برای سفر به کدام شهر می‌خواهید؟ به مقصد اصفهان. چند روز اقامت دارید؟ اقامت می‌کنید یعنی نقیم. ای صحیح. شما به زبان عربی صحبت می‌کنید؟ بله، من می‌توانم به زبان عربی صحبت کنم. من اهل آبادان هستم. اگر بخواهید با هم عربی صحبت کنیم. نه خیلی ممنون. من باید به زبان فارسی صحبت کنم تا خوب زبان فارسی را یاد بگیرم. بلیت برای چند نفر می‌خواهید؟ برای چند نفر بلیت می‌خواهیم؟ چند نفر یعنی کم واحد. نفر واحد شمارش انسان است، یعنی نفر وحدة قياس الانسان. نفر واحد شمارش انسان است. 1 نفر، 2 نفر یا بیشتر. بیشتر یعنی اکثر، کمتر اقل. بیشتر یعنی اکثر، کمتر یعنی اقل. بیشتر و کمتر متضاد هستند. مرحبا، آفرین، شما زبان آموز خوبی هستید. خیلی متشکرم. من معلم خوبی دارم. بله، معلم خوب خیلی مهمه. اما نگفتید برای چند نفر بلیت می‌خواهید؟ برای 2 نفر. بله، لطفاً اوراق شناسایی خودتان را بدهید. اوراق شناسایی؟ بله، اوراق شناسایی یعنی پاسپورت، شناسنامه، گواهینامه یا کارت ملی. بله، من پاسپورت دارم. محسن هم شناسنامه دارد. بفرمایید. بله، امروز ساعت 2 بعد از ظهر برای 2 نفر جای خالی است. به اسم شما بلیت صادر می‌کنم. بفرمایید. البته قابل شما را ندارم. خیلی متشکرم، لطف کردید. خدا حافظ. خدا حافظ. خب حالا شما لطف کنید و برای رفتن به خانه یک تاکسی بگیرید. تاکسی گرفتن یعنی تاخد تاکسی. بله، من لطف میکنم برای رفتن به خانه تاکسی بگیرم. من تاکسی میگیرم. خب ممنون. خدا نگهدار. خدا.